اولین مسجدی که در روی زمین بنیاد شده است، مسجدی که در شهر مکه قرار دارد. الله سبحانه و تعالی در این باره در سوره آل عمران آیت 96 و 97 می‌فرماید: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. البته اولین مسجدی که در روی زمین بنیاد یافته است، مسجدی که در مکه است، مسجد کعبه. مبارکان، آن مسجد مبارک است. یک رکعت نماز میخوانید، ثواب 100,000 رکعت نوشته میشه. نمازی که در دیگر کشور 14 سال میخوانید، در 1 دقیقه در 1 رکعت ثواب آن را حاصل میکنید. واقعا مسجد مبارک است. نه فقط نماز، بلکه دعاها قبول می شود، بلکه عبارت های زیادی هست. بنابراین الله تعالی مبارک گفت. مسجد مبارک، با مبارک یعنی چیزی کم را زیاد میکند. و هدی للعالمین، و این مسجد هدایت برای عالمیان است. هدایت برای مسلمان ها نیست، هدایت برای عالمیان هست. یعنی برای تمام عالم این مسجد یک دیدنش سبب می شود که بنده الله تعالی ایمان بیارد به قدرت الله تعالی و عظمت الله تعالی، و این چنین با برابر دیدن این خانه روح انسان و بدن انسان را حسیات عجیب فرا میگیرد.